یک روز با من با روز اول ترم 4. اول واسهتون از مسیری که میرم به دانشگاه فیلم گرفتم. وقتی رسیدم نزدیک دانشگاه استرس اینو داشتم که رام ندن. چرا؟ چون که کارت ترددم تاریخش گذشته بود و میدونستم که حراست دم در کارتمو میگیره. ولی خدا رو شکر رام دادن و رفتم داخل دانشگاه. اینم داخل دانشگاه است. سریع خودم رو رسوندم به کلاس، اما کلاسی در کار نبود و 3 نفر بیشتر نبودیم. خود استاد هم نیومده بود. گفتم یکم براتون از داخل سالن دانشکدهمونم فیلم بگیرم که اینجا داخل این محفظه‌ای که میبینین اسکلت انواع حیونا موجوده. بعد گفتم یه سر برم حراست فیزیکی برای کارت ترددم که گفتن نمیدن و منو فرستادن دنبال نخود سیاه. بعدش هم رفتم جزوه پرینت کردم و اینجا هم فاصله بین جندی شاپور و دانشگاه چمران هستش که توسط یه خیابون به همدیگه متصل میشن. بعد رفتم کتابخونه دانشکدهمون یکم درس خوندم. بعدش رفتم سلف، ناهارمو خوردم. اینجا هم راهرو سلف مرکزیه. از آخرم رفتم کلاس بعدیمو و خدا شکر اون تشکیل شد. کلاس فیزیولوژی 3.